تکنیک ها و روش های بستن کمربند پالتو به صورت حرفه‌ای. با این روش ها معلوم شد که مدل های فاشن لباس کمربند پالتو خودشون رو چطور میبندن. گره گربه ماهی دوبل، یه گره بی‌نظیر و شیک که پشت پالتو قرار میگیره، در واقع تنظیم کننده سایز پالتوتونه. این گره به قدری محکمه که اصلا تکون نمیخوره. گره تسو، یه گره بین‌المللی که بسیار ویژه و خاصه، مختص خانم های کمر باریکه. به همین راحتی یه گره جذاب بزن. گره شادی که بیشتر مناسب برای خانم های توپره که اونها رو باریک و لاغرتر نشون میده، در عین سادگی بسیار جذابه. گره زبدری، دو طرف کمربند رو در جهت مخالف هم بگیرید، سمت راستی رو از پشت به بالا بیارید، حالا بند سمت چپ رو یه دور بند سمت راست بچرخونید و محکم بکشیدش. حالا گره زبدری جذاب شما درست شده. گره گل رز، یک گره بسیار شیک و مجلسی، مختص خانم های بسیار شیک پوش و زیبا که تو هر مجلسی میدرخشن. گره الماسی، یه سمت کمربند رو نگه دارید، سمت دیگه کمربند رو از بالا به پایین بکشید. حالا بند سمت چپ تصویر رو از بالا بیارید پایین و از سوراخ درست شده خارج کنید. دو طرف رو بکشید تا محکم بشه. عزیزای دلم، حتما این پست رو سیو کنید که مطمئنم به دردتون میخوره و 3 تا قلب قرمزم حتما برای من بذارید. عزیزای دلم.